دوستان ما اکو بعد نماز در جای کار اینجا هم مجا سویت شهر مردگی هم مجای شهر نمیدونم من اینجا دا بوده سویت مسجد نبود جای کاری ما با نبود اینا ما گفتیم اکو در همین جا یگان جا عبد میکنیم و بعدا میرویم که در جای ما سویت نبود و وای فراش ما اوقاتش نیم کالا ماند اینا کراسوفکی های ما شیب شیلتیقی او تابتاری او غجیکی او سه لاوز خطی اینا ما یک جا آش اکا بردستان نمیدونم این آش چی امروز آچیرت من بود آشگیری ولی موافق طلبات کیسه وضعیتی اقتصادی خیلی سوس بود التماس کردم گفتم اکن بیاید دوستی عزیز این دفعه هم شما بگیرید و بعدا من دو آچیرت خود رو در یک روز میکنم مالی بفر پرابلم آنه اکا ها نه ها دوستان ما فقط اینجا دا آش بخریم نام شوازی میگم نام دو وید آش دوست است زبان یک کردگی دوستان اهمیت مدید دو نمود آش دارد آش گوسپنده و آش بقگی یعنی که گو بگیم نیتای خوی نمیدونم که جای بگو رفتیم اکا آش یک ایکس یک انم اینجا باید دارویم ولی پلانوزی ازمینیت شدن بینیم کنی اینجا با هست آلیانس این اینجا مدروی کو آلیانس همیه یا من اینجا یا اوشی نهار را اومدم اوشش کو گفتی همون بچه هایش بتحب با مزه من دوستان این بینو را دیده این نمیدونم چی بینو میشود ولی نگاه کنه چقدر زیبا آرادو با فکر ما کو یورو ستیل میشود اکای ما امروز خیلی در نسترانه چاق حضور دارد барша پیدا شده است نبودیتی вам не зверя سومایا آشخانه دوستان سومایا نه آلیانس ایست سومایا خوندم آشخانه آلیانس میداره کنی ببینیم چی گپ است او خیلی زور آرو تارو اینجا جورا دوستان جای دستشویی خیلی ارنامنت زیبا این طرف ارنامه اکن میبینیم کنی چی خیلی نمود آش دارد با شما موفق شد دوستان خیلی کنی چین چخصه دوستان ما آشخانه آلیانس در اومدیم به حد وای آشوی با مزه تعریف کردگیان دوستان حاضر میبینیم اینجا انا از درون آلیانس انو بینه دیده میشود دوستان انم قدر چیز در کمپلکت آش داخل میشود یک تا سالاد و زویرابوی و نان یعنی که کمپلکت آش ها رو آوردن ولی آش تمام شده بوده است نصیب باشد هفته دیگه با روز جمعه اینجا میوایم میبینیم که آش چی مزه دارد از این معلوم میشود که آش زود تمام شده باشد زنانچه با مزه است آش آلیانس ولی این قایه که ما خوردیم از همین چیزا این قاین نان چای هم خوردیم اکو پرسیدیم که مبلغ دادن در کار گفت که نه سلامت باشم دوستان ما از آش آلیانس بر اومدیم محصولات یعنی که کمپلکت آش با سالاد زویرابوی و نان و چای داخل می شده است در اومدیم خیلی آوردن ای بعد 5 دقیقه خبر میدین که آش تمام شده است خیلی تا او 5 منوت ما خیلی چیزای سالاد خوردیم گفتیم خیلی مبلغ اینا چیکار کنیم گفت که اکا آش شوا سلامت باشند آش آلیانس با مزه بود است که значит تیز تمام شده است نصیب هفته آینده میسنجیم اینک دوستان عزیز آش آلیانس تمام شده بود حاضر ما آش یک با یک میداریم کنی میبینیم آش یک با یک چی طور است اینجا هم آش تمام کجا رویم آش خوری